مردک؟ خونه را بینن. اینجا خونه کیه؟ این خونه یک همسبقم. دم تنها برور اینجا یک همسبق همراه خونده بودیم یه وقتی. این خونهش نزدیک بزرگ بوده اینجا که تلفن رو بریستن. اون مردک تلفنی ما یکو؟ این دو روز باز ما از آنی توی گذشتیم. من کیم کتی دو گوار باسم ما حیران بودم. شما دی رئیس بابا. سلام علیکم. شما دی. هرچی همین رئیسم خونی ما می اومدیم. خیر اکو یک نصیب. خیر اینا یومین. خیر آمین. شما. خیر فایز و برکات شکر الله. ما همین بازار به خاطر ینگتون اومدیم. ای شنو شویتون ینگت کن. اینا شما شناسین ینگت. سلامت باشه. خیزن اگه خیلی چوی دام که خیز اگه کارو چاو. خیلی هیچ کار تشویش نکشید. ما یک شما خبر گیریم گفتیم اومدیم اینجا. یکم دوم سلام. نه یکمش ما اجاره شده. سلامت باشه. از ولی ما هم یکمش. این باور کنه ایجان همه شما که هستین کو همین دلی ما پره کی باور کن همون وقتای دانشگاه و من از همین روی بردار میکردم مثال را الله خونی سین بود من یگون درس من نمی اومدم ده همین یک می اومدم روی بردار میکردم از بالا اینو میخیر میدادم من خیر امروز هم نه من خانه های اجاره با خدا رسوند دستی خانزان ببینید نه چی پرسم ایجان لبای نه چی پرسم ما کمتر وقتمون نیست و ینگر اگه تشویش نکش اما میخریزیم نه چوی میبره ینگر داری چوی میبره چوی کبود گفته نه چوی کبود ینگر جان شما تشویش دادیم به خدا سلامت باشید یا چی پرسم رئیس جان منش اگر همین شما دو گاو داشته باشین چیکار میکنین سوال بین اگر خیر که راستی گپ بی یگون خیر فکر بی یگون خیر وای همین دو گاوم باشه همین یک تا خدا ای رحمان من هم همیشه آدمی چیده من با روی خاطر دارم ده من هر دم همسبقی یک قص پرته بشتی مردم ای بخدا من از خاطرم جمله میکنم از خاطر ای رحمت قند سفید نداری تا این ها ندارم خیلی نه لازم ندارم من شوخی کردم این خیلی اولی اینجوری نه شوخی کرد باشه قندی نموت بیار خب اگر ماشین داشته باشی ینگر گذارشین ینگر تشویش نکنه رئیس بابا اگر شما دو ماشین داشته باشین چی دو ماشین داشته باشم یک تاش از آن خدا دکا جان متاسفانه من انده 4 تا دیدی از آنها من گفتم که اما هم ای من جانم ای من همین زنک با چی گفتم امروز بازار بانده چی گفتم من گفتم بازار تو گذاره همه بازار رو تماشا کرده شب خانه رفیقی من با میرم من ای سلام رئیس بابا لبه اگر دو خانه داشته باشین چی گفتم کو یک تاش از آن تو دیدی از آنها من دوستی را زیری پا نمیکنم برادر امروز بکن خیلی 6 تا خانه اتش شهرستان اتش رامید اتش این درواز و چی برای همین من گفتم که دورترک یعنی شهر دو تا باشد یک تا خدا تا من دیدستم مسئله دیدستم شرایط دیدستم هم تو نمیزنم چون ماشین بموندی اگر ده تلفن داشته باشد چی گفتن گپ زدن ینگر میگه که اگر دو تلفن داشته باشن چی ینگر بفهمم که چیزی بودگی را گپ نمیزدگی ده همون چونگی میخیزیم ассалому алайкум дӯстони азиз шумо агар аз шаҳри москва ба границаи қазоқистон гузаштан мехоҳед ба ширкати муҳиддин тамос бироед шуморо бо мошинҳои люкс бурда меёрад дар амони худо бошед کلی السلام علیکم اینجا یا شما دوباره آخون کردی من در کار بودم مخیمه فایرات کردی چی گپ خیمه را کن اصلا بفهمم اکجا تنجه اکجان اونا دودار زدگی مست خواه با همو احوال پیشینه اکجان یک بارک دیگه همراه نصیحت نمیکنه در کجا یعنی؟ اونا خواه دادری خونه با هم کار باری پیشینه شما با هم احوالا ولی همینجا نه صدقه آدمگریت کنه صدقه آدمگریت کنه تو در نه عیب بده نه شرم بده یا تو چه خیلی انسانی تو نه بچه عیب نیست همی چنین هر روز مده زنگ بزنه او بخیبیه بگه دادن تا احوالش ببین صدقه آدمگریت کنه صدقه آدمگریت کنه تو نخواد گپ یک تا نگیری 10 بار نصیحتت کردم ای بچه نخو عرق ترا ایروی هم خیلی عرق خرید ای مکتب ای معلمی سرت کردن آخی معلمی هم تو آخیره بودن نتونستی ولی همین عرق نوشی نمیکردی رنگی خودم زاوجت میموندم در مکتب فهمیدی؟ چی میمونده؟ زاوجت میموندم زاوج میمونده اینترسنه یکا
وقتی که ما عراق منوشو زاوچ اوس بسته مخما درکتریس میکنم